بریم ببینیم چند پامپ از هر لوازم آرایشی باید استفاده کنیم. اولین آیتم ضد آفتابه که 2 پامپ عالیه. واقعا نگاه دو پامپ عالیه، چون همیشه 2 پامپ میدن و اول رو پرقدرت شروع کردیم. 1 2 3 4 5 6 7 عالی، مقدارش عالیه، خیلی پرقدرت و قوی شروع کردیم. آیتم بعدی ژل که ببینیم چند پامپ بهمون میده. 4 پامپ زیاده داداش، زیاد. این از 4 پامپ ژل ابرو که خوب بود. آیتم بعدی بلاش یا همون روشگونه است. چند پامپ؟ 16 خیلیه. بعد 16 پامپ زدن اینو یه ذره بلندش میکنیم کم رنگ شه. حداقل من میخوام برم شام بیرون تبتم چون بعد موقع این ویدیو رو گرفتم. بریم به آیتم بعدی. آیتم بعدی پودر فیکسه و امیدوارم یه عدد خوب بده. 3 کمه داداش، این همه روزگونه رو کی کاور کنه؟ چون نمیدونم تایشه اینا به خود داشت میگه 1 من کل پوستم امروز میخوام بذارم رسمه 2 و بازم میخوایم یه ذره اینجا، یه ذره اینجا، یه ذره اینجا. 3 هایلایتر. تو رو خدا یه عدد خوب بگو. خوب 5 عالیه. فرموژه و همون ریمل دوتاش با هم. تو رو خدا چجوری؟ خدای خیلی 25 تا زیاد بود ولی خوب شد. تیت 2 تا عالی. 1 2